الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة های درس معلم الثاني امروز درس بیستم. این درس آخرین درس است. ما با این درس معلم ثانی را به پایان میرسانیم. امروز درس خواندن لفظ الله، لفظ جلاله و اینچنین حرف مد، لفظ الله و علامت مد. این خلاص الله الف لام. این ل چقدر که ما اینو گفته بودیم شده دوتا میشه الله هو. وقتی که الله گفتیم هوش نمیکنه. این هو وقتی که دیگه کلمه بعد آن بیاید خوش میکنه. اینش والله. ببینید اینجا با الف سر شد و این دویمش الف از اینجا میافته. واو فتحه لی سراز لیبو میبیاریم. والله من الله. اینجا هی شد برای که این من از حرفای جر است، یعنی من الله رسول الله. ببینید همه کلمه با لفظ الله آمده شده است تا که ما در قرآن لفظ الله را چخیل خواندن و ما این معلم ثانی یاد میدهد. اینش بالله لله. وقتی که یکون علامت در پیش الله نیست لله خوانده میشد. لله من عند الله من آیات الله. اینجا اکنون علامت مد مثال میبرم. ببینید اینجا حرف های است که در قرآن همین یک آیت است. مثلا نون قاف ما خیلی خوانده گذاشتیم. اکنون این علامت ببینید، این علامت اگر وقتی که بیاید ما آواز رو دراز میکنیم. از 4 مد تا 6 مد رو آواز دراز میکنیم. خیلی که ما میدونیم این نون است. نون میگویم. یا اینش قاف. قاف نمیگیم. وقتی که در قرآن میبینیم همین خیلی علامت با علامت مد آواز دراز میکنیم. قاف. یا اینش الف لام میم. 3 حرف است، اینو 1 حرف است. این 3 حرف است لیکن علامت مد اومد ما اینا هر یکش دراز میکنیم. الف مثلا الف نمیگیم، الف میکشیم. الف لام میم. اینجا مدش نی الف انده یکمش اینجا نوشته کدام خطا است. فقط مد بالای لام و میم است. الف مد نمیکنیم. الف بعد اون لام و میم رو دراز میکنیم. الف لام میم. سونی این رو ببینید که وقتی که علامت مد بیاید مانند این خیلی یک حرف نه 2 حرف بیاید، وقتی که آواز رو دراز میکنیم آخری آواز رو به حرف می آمدگیش کمتر میچسبونیم. گوش کنید. الف لام میم. ببینید آواز آخری صدای ما به میم پیوسته شده است. مانند اینجا فقط بالای لام انده علامتی مدش است. الف لام را رو نمیکشه برای اینکه علامتی مدش ندارد. یا اینش یاسین حمیم. الف لام میم صاد. ببینید وقتی که آواز میکشیم آواز رو با بعد می اومدگی حرف پیوست میکنیم. اینش حمیم.
عین سین قاف. اینجا کن و یک کلمه ها بود، اینجا دو کلمه. یا ایها کما آمن بما انزل سواء من السماء جاء ولا الضالين توبوا إلى الله أولئك وما أنا يراءون تشاءون. این بود امروز درس. از الله سبحانه و تعالی پرسان آن هستم که به هر یک این درس های گذشته ما الله توفیق عطا کند و به هر یک تعلیم گرنده الله موفق گرداند که برای خواندن قرآن نصیبش گرداند. از الله میپرسیم که این عمل ما را خالص برای خودش کرده باشد. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.